پیشوا راه برای عالمانی ما کشد، در ملاقاتش ز ته دل سخنرانی نمود. گفت دولت دائما در فکر بهبود شما، چون که عمر میرسد بر این وطن سود شما. خواهشم از جمعتان باشد عزیزانم مدام، این وطن را دوست دارد صبح و شام. هر نفس باشد اندر فکر شاگردان خود، سبز گردانید چو گل در بر دامان خود. پوره آموزید تا آخر زبان تاجیکی، بیکران است این زبان جاودان تاجیکی. هر نفس عالم که آموزد زبان خارجی، می شود آگاه آسان از جهان خارجی. وای بر آن صاحب عنوانی که غیبتگر شود، یک نفس دور از کتاب و خامه و دفتر شود. آن جوانی که پرستد میهن خود را ثنا، دستگیری کرد باید هر شب و روز خدا. دانیا را رهنماید پندهای پیشوا، پندهای زرحلین و بهبهای پیشوا.